با گذراندن جفت خوصفت کشیدن جویک در چقوری 10 تا 15 سانتیمتر بعد 25 سانتیمتری شنونیدن تخم کارتوشکا در این زمین. این مسئولیت سرداری ریاست کشاورزی ناحیه وسه دولت مراد دولتوف و کشاورزان و ساکنان دهه تازقاله در کشت تکراری کارتوشکا می باشد. موافق نقشه دورنامه ولایت باید در 5447 گکتار زمین کشت تکراری میگذراندیم. علاقه کشتی تکراری جواری مکای دون، جواری سیلوس، دیگر نمودی سبزیجات و پره با انجام رسونده شد. aynı zaman ما در داخل کوپراتیو استیصالی گلمرود رجبالی اویدی کشتی تکراری کارتوشکا حضور داریم. موافق نقشه دورنامه در ناحیه 40 گکتار زمین باید کشتی تکراری کارتوشکا گذارونیم. علاقه در همین ماه آگوست ای فرصت استفاده برده اویدی کشتی کارتوشکا آغاز نموده. نیمه دوم ماه آگوست در دهات به نام میرعلی محمد علی در ناحیه وسه در کوپراتیو تجارتی به نام رجبالی گلمرود آن همین طور کشتی تکراری کارتوشکا با توصیه متخصصان به راه مانده شد. و این زنان که در این چاره‌بینی اشتراک داشتند میگویند که از این سمینار در خصوص قاعده‌های درست کشت کارتوشکا معلومات‌های مفید گرفتند و مقصد دارند که در قطعه‌های زمین‌های نزد حوالگیشان در کشت کارتوشکا از روی مصلحت متخصص دولت مراد دولتوف عمل می‌نمایند. ما هم کارتوشکا را همی خیلی میشنوندیم، نمیفهمیدیم که پوره میکنی و سینی پوره کاغیش از بالا میمونی. ما همی پورش از سینی پایان میموندیم، تگی زمین میموندیم، بعد از بالا خاک بر میکردیم. انا هازی فهمیدیم که پوره کاغی در بالا میستد و از بالای اون خاک میچوشیم، پارو میچوشیم، بعد خاک میچوشیم. پیش از کوریدن کارتوشکا از روی نمناکی زمین معین است که کشاورزان جفت خوشصفت گذارانده زمین را برای کشت خوب آماده کردند. دولت مراد دولتوف که خود خوجگی دار است و از تجربه میرعلی محمد علی بهره‌ور گردیده است به قدر زمین میرسد و میگوید که برکت کار دهقان در مهنتش است. در حدود امین خوجگی سالهای طولانی بود که همین منطقه امین قطعه زمین آب تنقسیم میکشید، اما خوجگی توانست حسابی درآمد صافی خوجگی خود توانست که امین 15 گکتار زمین خوجگی رو با آب تامین کند، آبیاری کند. انا همین است که بعدی حاصل جمع‌آوری کشتی اساسی ما کشتی تکراری را آغاز کردیم. کشت تیرماهی کارتوشکا در دیگر دهات‌های ناحیه وسه هم ادامه دارند. در دهات به نام عبدی عوضов امسال مساحت کشت کارتوشکا را خوجگیداران زیاد کردند. کشتی تکراری کارتوشکا حوض خوجگی دهخونی ذخیره کشتی کارتوشکا را دارند و روزهای نزدیک با شنوندن معرکه کشتی تکراری تیرماهی کارتوشکا آغاز میکنند. چقدر گکتار در جماعت شما؟ 13 گکتار. خوجگی دهخونی به نام رجبالی گلمرود امسال در میدان 20 گکتار زمین کشتی تکراری گذرانیده است. در قطار سبزی، مکه و دیگر محصولات که در کشتی تکراری کشت نمودند باوری دارند که تیرماه حاصل خوب به دست میآورند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.